میگن هلو بپر تو گلو. تمام. قسمت جذاب شیرینی. پرتقالش چطورم؟ یا خدا این چی میتونه باشی؟ من و این همه خوشبختی محاله. پای ثابت خریدهای ما هست. کارگران سخت مشغول تمیز کردن هستن. هندوانه. آخ جون، ماست و خیار. سلام به روی ماهتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم یکی از فروشگاه‌های محبوب توی پرتغال که خیلی ازش تعریف میکنن. میخوام ببینم داخلش چه خبره، بریم با هم دیگه ببینیم که چه چیزایی داره و امروز ما چه چیزایی میخریم. با من همراه باشید. اینجا قسمت غذاهاش هستش که به صورت آماده میتونیم اینجا تهیه بکنیم. برنج و سبزیجات هستش به صورت آماده. میدونی به این چی میگن؟ میگن هلو بپر تو گلو. تمام. آدم استرن آماده است. آخ جون، ماست و خیار آماده. قیمتش چنده؟ 1 یورو و 90 سنت. ماکارونی آماده. چی؟ برنجاشون یه دونه هایی هستش، میبینه؟ لازانیا. حتی نوشیدنیاش. سسمون تمام شده، میخوام سس بگیرم. این سسشه. این سس کچاپ. اینو میگیرم. اینجا چارکوتاریا، اگر درست تلفظ کرده باشم، قسمت قصابیش هستش. اینم گوشت گوسفندیش هستش. اینم گوشت گاو. حالا ما گوشت گوسفندی میخوام یه بار اولین بار بگیریم ببینیم که چجوریه. 5 یورو و 55 سنت هستش. 247 گرمش 6 یورو و 18 سنته. همینا برمیدارم. اون یکی برای خورش خوب بود، این برای آبگوشت فکر میکنم خوب باشه. اینو بگیریم برای آبگوشت.
چقدره؟ 285 گرمش 6 یورو و 27 سنته. اینم از مرغش. بچه تازه فهمیدم چرا همه اینجا خرید میکنن. قیمتاش خیلی مناسب تره و خیلی هم شلوغه. نگاه کنیم. این قسمت هم پیشریه، همون محصولات دریاییش هستش. میگو یا خدا این چی میتونه باشه؟ چقدر ترسناکه. اونم نمیدونم چی. خب لوبیا سبز هم لازم داریم. لوبیا سبز برمی داریم. توت فرنگی و گیلاس. سیرژ. اگه یادتون باشه گیلاس رو کلمه پرتغالیش سیرژ. پرتقالش چطوره؟ به نظر خوبه؟ بهتره؟ خب پرتقالم برداشتیم. هندوانه. هندوانه چی میگن؟ ملان؟ ملانشیا؟ ملانسیا یا ملانشیا؟ ملانسیا. به پرتقال میگم ملان. کدومش خوب میتونه باشه؟ کارگران سخت مشغول تمیز کردن هستن. اینجا نوشته بعد دوسی لارنجا، سیب زمینی شیرین. بعد اون لارنجاش چیه؟ نارنجی هم سیب زمینی شیرین نارنجی. Batata doce laranja. بطاطا دوسی لارنجا. کلاس آموزشی زبان. زنجبیلا رو. این زنجبیل نیست، اینم همون یه نوع سیب زمینی هستش. زنجبیل. آره. قسمت کنسرویجاتش هستش. آتوم، تون ماهی، تون، آتوم. به پرتغالی تون میشه آتوم. خب طبق معمول خیارشور پای ثابت خریدهای ما هستش. پاستا، نوشیدنی مورد علاقه ما آب گازدار با لیمو. آب گازدار با لیمو. به قول صبور لیمو، یعنی همون با لیمو. با لیمو. هم قسمت پرفوم ماریا. آریاداش ریایت داشت هم مثلا پیشیاری هم درست. تا تاش ریاداش یه جایی داشتی توضیح میدادی؟
سرفم گرفت از کفتن الهی هر چی تشت رو یاداست یه جایی میشه مثلا مثل پرفومری هم ها ولی عطر خب پرفومریه پرفومریه یعنی عطر فروشی. حالا این یعنی چی؟ این یعنی معنیش یعنی چی؟ این یعنی عطر فروشی. ولی خب اینجا کلا محصولات آرایشی داره که فارماسیه پرفومری نمیدونم واقعا هم مثل پرفیوم دیگه. آره دیگه پرفیوم درسته. اینجا خوبیش اینه که اتکلونا رو برای تست قشنگ همه اتکلونا رو میذارن، یه تست میکنی، هر کدومی که دوست داشتی انتخاب میکنی. شکلشونه بزنیم اینجا. بوا قاطی شدم با هم دیگه. قسمت جذاب بیسکویت ها من نگم نمیشه دیگه، میدونید من باید همیشه بگم قسمت جذاب این، قسمت جذاب اون دیگه باید به من عادت کرده باشید دیگه. قسمت جذاب بیسکویت کرمدار، قسمت جذاب کیک ها، قسمت جذاب شیرینی. چیکار کنم الان؟ دارم دیوونه میشم. وا ویلا وا ویلا، من و این همه خوشبختی محاله. آخ 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 از این شیرینی ها یه دونه بردارم دیگه، یه دونه اجازه هست فکر کنم. بچه‌ها یه چیزیه، من انقدر دیگه گفتم قسمت جذاب این قسمت جذاب اون، گشنم شد. خب اینجا ظروف یک بار مصرف هم میتونیم پیدا بکنیم. لیوانا، قاشق چنگال، قسمت شوینده هاش هستش. اسکش، دستمال، اسکاچ، لیمپا ویدروش، لیمپا ویدروش برای تمیز کردن پنجره، شیشه های حموم با این تمیزش میکنم. خب خریدای ما به اتمام رسید. میخوام ببرم قسمت صندوق که حساب بکنیم. دوستان خرید ما توی فروشگاه مرکادونا به اتمام رسید. تجربه خوبی بود. بهتون پیشنهاد میکنم که اگر تو پرتغال هستید حتما یه سر به این فروشگاه بزرگ بزنید.
توش همه چی پیدا میتونیم بکنیم. منتها اینه که ما چون که وقت کمی داشتیم نتونستیم به همه قسمت‌هاش سر بزنیم. تو ویدیوهای بعدی سعی میکنم که از قسمت‌های دیگه مرکادونا هم برای شما ویدیو ضبط کنم. در انتها ازتون میخوام که با لایک و کامنت و سابسکرایب من رو حمایت کنید. ممنون از همراهیتون. خداحافظ.